یکی از علما میگفت رفته بودم مکه تابستان، گفت وقتی از خانه کعبه از مسجد الحرام برگشتم می اومدم هتل، با خانمم بودیم، گفت دیدم در هتل 2 نفر لباسشون مثل لباسای محلی منطقه خود ما. گفت به خانمم گفتم اینا فکر میکنم مال منطقه ما شما باشن. سرگردان بیچارا، سوادی هم نداشتن، پیرزن بودن. میگه از تاکسی پیاده شدیم، رفتم جلو، گفتم شما چرا اینقدر نگرانید؟ گفت حقیقتش ما هتلمون رو گم کردیم. نمیدونم حتی هم ماشاءالله همه شکل همن اونجا، اینا هم سوادی نداشتن از روی کارت بخونن هتل کدومه. این بنده خدا عالمیه. گفت من بهشون گفتم نگران نباشید، هوا هم گرمه. میگفت تمام سر و صورتشون عرق. سرزمین مکه هم که دیگه خودتون رفتید، ان شاءالله اونایی که نرفتن برن، خداوند همه من شما رو ببره به فضل و کرمش با لطف و احسانش. میگه که گفتم مادر همین کارتت بده به من، یه کارت میدم تو گلوی هر زائری باید آویزان باشه. کارت رو ازش گرفتم، به خانمم گفتم اینا رو ببر اتاق، خوب اینا رو پذیرایی بکن، میوه شربتی فلانی، تا من برم هتل اینا رو پیدا کنم. تاکسی گرفتم، گفتم من این هتل ببر. رفتیم خیابونا رو گشتیم تا هتل رو پیدا کردیم، دقیق محل جغرافیا و فلان و فلان. تاکسی رو گفتم برگرد بریم همون هتل. اومدیم هتل خود ما، زنگ زدم به خانمم گفتم اون 2 تا خواهران رو بگید بیان پایین. اومدم پایین، گفتم هتل شما رو من پیدا کردم. گفت سوار تاکسیشون کردم، خودم هم همراه شدم. رفتیم تا جای هتل اینا رسیدیم. هتل رو که بهشون نشون دادم گفتم همینه، چشماشون روشن شد، گفت همینه هتل ما، همینه. گفت وقتی اینا رو من خداحافظی کردم، یکیشون یه دعایی کرد. یکی از همین 2 تا پیرزن مستعسل راه گم کرده یه دعایی کرد. من فهمیدم این دعا از صمیم قلبشه. برگشت به اون عالم گفت برو فرزندم که خداوند هر سال حج خانه کعبه نصیبت بکنه. این اتفاق 36 سال قبل اتفاق افتاد، سال 1990 میلادی. الان 2026 26 سال اینجا، 10 سال اونجا، میشه چقدر؟ 36 دیگه، ریاضی شما که از من قوی تره. 36 ساله. گو هر سال خداوند منو مکه میبره. گفت به خانمم گفتم به خدا قسم دعا این زنه قبول شده. این با اون سوز دل، با اون سبحان الله دنبال چی میگردی؟ نمیخواد کور رو جا به جا بکنی، یه دعای خیر پشت سرت بکن. یه دعای خیر زندگی منو تو رو از این رو برو میکنه. همه چیز دست خداونده. دعا قضا رو جا به جا میکنه. قضایی که خداوند برای انسان در نظر گرفته دعاست که اصلا اون رو برمیداره از سر راه. بلای، مصیبت، مشکل فلان، ولی ما دعا رو اهمیت نمیدیم.